از آغاز یک قاعدگی تا آغاز قاعدگی بعدی میشه یک دوره جنسی. پس از آغاز یک عادت ماهانه تا عادت ماهانه بعدی میشه یک دوره جنسی. خب نگاه کنین، عادت ماهانه توی بلوغ جنسی شروع میشه. اول بار نامنظمه ولی بعدش کم کم منظم میشه. اصلا یکی از چیزایی که نشون میده آقا دستگاه تولمتری یک خانم داره درست و صحیح کار میکنه همین نظم توی عادت ماهانه‌شون هستش. و خب نگاه کنین از دوره جنسی این اتفاق میفته تقریبا تا 40-45 سالگی دیگه متوقف میشه. حدود 30 تا 35 سال میتونه کار بکنه. البته یه سری چیزا هستن که میتونه توی این مدت چی کار بکنه، تأثیر بذاره توی تایمش. مثلا تغذیه نامناسب، الکل، مصرف حالا مواد اعتیادآور و از این صحبت. خب میخوایم بریم اینجا. بچه‌ها نگاه کنید، من این قسمت‌ها رو براتون گذاشتم، تخمک زایی و تشکیل تخمک و چرخه تخمدانی و همه اینا رو من براتون اینجا گذاشتم، ولی کار اصلی خود من که میخوام بهتون توضیح بدم روی این نمودار میخوام تمام این صحبت‌هایی که اون بالا من نوشته‌هاشو براتون گذاشتم خیالتون راحت باشه روی این براتون توضیح بدم. پس این چیزی که من الان اینجا میخوام براتون توضیح بدم خیلی مهمه و اینو دقت کنید. میتونین هر دفعه اینجا این یه تیکه فیلم رو میتونین هر دفعه نگاه بکنین. یه دفعه بیاین توی تخمدان نگاه کنین، یه بار بیاین توی رحم نگاه کنین، یه بار بیاین توی هورمون‌های هیپوفیز نگاه کنین، یه بارم بیاین قسمت هورمون‌های جنسیشو نگاه بکنید که تو هر کدوم ذهنیتتون رو کامل بکنین، بعدم دوباره با هم ببینید. ولی اون چیزی که من باز میکنم میخوام همه اینا رو با هم براتون باز کنم. بریم که داشته باشیم. خب بچه نگاه کنین، ما اینجا چی رو داریم؟ ما اینجا هیپوتالاموس رو داریم. هیپوتالاموس چی میگه؟ هیپوتالاموس میاد یه هورمونی آزاد میکنه به اسم آزاد کننده. آزاد کننده میاد روی هیپوفیز پیشین و هیپوفیز پیشین بهش میگه چی؟ میگه آقا 2 تا هورمون باید آزاد بکنی، LH و FSH. اینا نگاه کنید. پس FSH و LH اینا رو آزاد میکنه. یه کوچولو که شروع کرده اینا رو آزاد کردن، FSH میاد روی کی اثر میذاره؟ سلول های فولیکولی. اسمش روشه، FSH فولیکولی میاد اینجا و روی فولیکولا اثر میذاره. خب چند تا فولیکول شروع میکنن به رشد کردن. اونی که از همه بزرگتره رشدش رو ادامه میده و اووسیتش چیکار میکنه؟ تقسیم میوزش رو کامل میکنه. پس نگاه کنین، ما توی دوره جنینی اووگونی داشتیم که 2N بود، اومد میتوز انجام داد و با میتوزی عالم سلول به اسم اووسیت اولیه به وجود آورد. اینا هم 2N هستن. این کجا اتفاق افتاد؟ توی تخمدان. کی اتفاق افتاد؟ توی دوره جنینی. توی همون موقع و همون جا توی تخمدان ما اومدیم میوز این رو هم شروع کردیم، مثلا کاری به این هورمونا نداشته باشی، توی پروفاز استاپ دادیم بهش. حالا الان دختر خانم رسیده به سن بلوغ، تو همین تخمدان این FSH میاد روی این فولیکولی ها اثر میذاره و اون فولیکولی که از همه بزرگتره و داره رشد میکنه، نگاه کنین رشدش رو ادامه میده و شروع میکنه به ادامه تقسیم میوز. پس اینجا شروع میکنه به ادامه تقسیم میوزش و همینجوری داره روش اثر میذاره. از طرفی این FSH که داره روی این اثر میذاره باعث میشه که این فولیکولی ها بیان یک هورمونی به اسم استروژن هم آزاد بکنن. استروژن پا میشه میاد پیش هیپوفیز پیشین و هیپوتالاموس، میگه آقا LH و FSH تون رو دیگه کم کنید. من آزاد شدم دیگه، اونا رو چیکار کنین؟ کم کنین. از طرفی میاد پیش این و باعث ادامه تقسیم میشه و از طرفی هم میاد پیش فولیکولی ها و باعث میشه که اینا بزرگ بشن. بچه‌ها این تقریبا همونه دیگه، من دارم با محتویات دورش بهتون میگم. پس نگاه کنید روی این نمودار، من دوباره ادامه میدم. پس این استروژن داره میره بالا، همینجوری که داره میره بالا میاد به این هیپوتالاموس و هیپوفیز میگه و اینا چیکار میکنن؟ این مقدار اینا رو کم میکنن. همینجوری کم میکنن، همینجوری از این طرف باعث میشه اینا بزرگتر بشن، فولیکولی اون سلول یه دونه فولیکولی که انتخاب کرده بودیم همینجور رشد بکنه و همینجوری که دارن رشد میکنن و از طرفی اووسیت اولیه داره میوز یکشو کامل میکنه، سلولای تغذیه کننده دورش میان یه مایع ترشح میکنن و باعث میشن که اینجا یک حفره ایجاد بشه، توش مایع و اون حالا تغذیه کنندگی باشه که آقا میخواد این اووسیت و اون سلولاش تغذیه بکنن و همینجوری دارن زیاد و زیادتر میشن
تا کی بچه‌ها؟ تا جایی که استروژن برسه به ماکس خودش. پس استروژن میرسه به ماکس خودش، داره همه این اتفاقا میفته، استروژن میرسه به ماکس خودش. الان روز چندم هست؟ اینجا روز 13 از دوره جنسیه. پس روز 13 که این رسید به ماکس خودش 2 تا کار انجام میده. یک، میاد پیش آقا هیپوتالاموس و هیپوفیز. این بار میگه آقا من روز آخریه که دیگه انقدر زیادم، بذار یه حالی هم به تو بدم، تو هم زیاد شو، و باعث میشه FSH و LH برن بالا و برسن به ماکس خودشون. LH تقریبا اینجا 5 برابر میشه بچه‌ها. این افزایش ناگهانی LH باعث میشه که اووسیت اولیه تقسیم میوزش رو چیکار کنه؟ کامل کنه و به ما چی بده؟ یه دونه اووسیت ثانویه بده و اولین جسم قطبی رو بده. پس نگاه کنین که این کی اتفاق میفته؟ روز 14. آقا این تقسیم میوز یکش پس کامل میشه. به خاطر چی کامل شد؟ به خاطر این LHی که یه دفعه زیاد شد و تقریبا 5 برابر شد، باعث میشه این میوز یکش رو کامل بکنه و 2 تا سلول بده. این میوز یکش رو کامل میکنه، 2 تا سلول میده. اینجا تقسیم هستش مساویه اما تقسیم سیتوپلاسمش نامساویه. یکی از سلول ها سیتوپلاسم زیادی میگیره، اون یکی سیتوپلاسم کمتری میگیره. به این میگن اووسیت ثانویه، اونم اولین جسم قطبی. اینا جفتشون N هستن و همچنان 2 کروماتیدی. خب الان که این اتفاق افتاد بهش میگن چی؟ تخمک گذاری. چجوری؟ آقا این الان پاره میکنه دیواره فولیکولشو و اووسیت ثانویه از تخمدان خارج میشه و وارد لوله رحم یا لوله فالوپ میشه. اینجا که تخمک گذاری اتفاق افتاد، یه باقی مونده از اون سلولای فولیکولی میمونن. آقا شما یه هلو رو تصور کن. وقتی یه هلو رو میخوری، خب اون گوشت دورش که کنده میشه، اون هسته وسطش رو نمیتونی کامل اون گوشت دورش رو بکنی، یه تیکه بهش میمونه. پس این اووسیت ثانویه وقتی که آزاد میشه، یه مقدار سلول فولیکولی دورش میمونه، درست شد، که بتونه آقا تو این مسیری که داره میره تغذیهش بکنه. از طرفی مقدار بیشترش توی تخمدان میمونه و تبدیل میشه به یک جسم فعال به اسم جسم زرد. حالا جسم زرد چی کار میکنه؟ جسم زرد، خب نگاه کنین الان این LH و FSH که زیاد شد، تخمک گذاری اتفاق افتاد، استروژن میخواست بیاد پایین که جسم زرد تشکیل میشه و میاد چی کار میکنه؟ شروع میکنه استروژن و پروژسترون رو مجدداً ترشح کردن، ولی این بار پروژسترون خیلی بیشتر میشه. چرا؟ پروژسترون به خاطر اینکه میخواد دیواره رحم رو قطورتر بکنه و قطور نگه داره. ببین استروژن تا اینجایی که داشت تشکیل میشد، یعنی ترشح میشد، شروع کرده بود دیواره رحم رو ضخیم کردن. اما از اینجا به بعد پروژسترون بیشتر ترشح میشه و این دیواره رو حفظ میکنه و ضخیم ترش میکنه. یعنی اینجا قرار نیست تازه شروع بشه به ضخیم شدن دیواره، قرار ادامه پیدا کنه ضخیم شدن دیواره. از طرفی دوباره این استروژن پروژسترون میرن پیش این و میگن آقا بس دیگه، اون حالی که بهتون استروژن اونجا داد ما نمیخوایم بدیم، کم شو. پس دوباره این حالا جسم زرد که تشکیل شد دوباره میاد چه کار میکنه؟ به اینا چی میده؟ فیدبک منفی میده و دوباره LH و FSH کم میشه. چرا؟ به خاطر میگه آقا این اووسیت ثانویه که آزاد شده بذار تکلیفش مشخص بشه، ببینیم میخواد چی کار کنه، میخواد لقاح انجام بده، نمیخواد انجام بده، تو برای چی یه نفر دیگه رو هم بیای زابرا بکنی؟ درست شد؟ پس اینا دوباره چی میشن؟ کم میشن. جسم زرد همینجوری شروع میکنه به استروژن و پروژسترون ترشح کردن تا کی؟ اووسیت ثانویه همینجوری وارد چی شده؟ لوله فالوپ شده. ما ببینیم ادامهشو اینجا براتون، همینجا ادامهشو اونجا مینویسم براتون. خب الان اووسیت ثانویه، من اینجا ثانویه مینویسم، وارد لوله فالوپ شده. خب اینجا
اووست ثانویه همینجور میره جلو، میوز دوشو انجام نمیده. چرا انجام نمیده؟ آقا نگاه کنین، الان این رسیده به سن بلوغ، فکر کن یه دختره که توی سنیه که قراره براش خواستگار بیاد. از همون اول که نمیاد بره تالار ببینه و نمیدونم بره لباس عروس بخره، میگه بذار ببینیم مثلا خواستگار میاد، ما میریم تو مرحله ازدواج یا نه. اینم همینه، میگه من میوز دو رو برای چی انجام بدم؟ هنوز مشخص نیست اسپرمی بیاد یا نیاد. شاید یه دختر اصلا 15 ساله باشه، خب که اصلا آقا الان اسپرمی قرار نیست بیاد و برای چی میوز دوشو کامل بکنه؟ اگه کامل بکنه انرژی ازش میبره. پس جسم زرد میگه آقا من نمیتونم به احتمالات تو صبر کنم و دیواره رحم و ضخیم نگه ندارم. من دیواره رحم و ضخیم نگه میدارم، به تو هم یه فرصت 2-3 روزه میدم تا ببینیم آقا میتونی کسی رو تور کنی یا نه. پس این همچنان داره ترشح میکنه استروژن پروژسترون و یه مهلتی هم، یه مهلت چند روزه‌ای هم، حالا بیشتر از 2-3 روز به اون میده که بتونه چیکار بکنه؟ لقاح انجام بده. پس این داره همینجا ترشح میکنه، اونا کم شدن، دیواره رحم هم ضخیم نگه داشته، اوواسیت ثانویه داره میاد جلو. خب حالتی رو من الان میخوام در نظر بگیرم که اسپرمی وارد نشه. اگر اسپرمی وارد نشه چه اتفاقی میفته؟ این اوواسیت ثانویه قدرت لقاحش رو از دست میده. تقریبا حول و حوش روز 21 22 و اینا میشه که جسم زرد میفهمه که نه، بخاری از این چیه ترشح نمیشه. یه اصطلاحی هست میگن بخاری ازش در نمیاد، بخاری بلند نمیشه، حالا هرچی. و میگه آقا ما رو ول کن خدا وکیل، ما که نمیتونیم تا آخر عمر بیایم پروژسترون استروژن ترشح بکنیم دیگه. شروع میکنه به تحلیل رفتن و تبدیل میشه به یک جسمی به اسم جسم سفید. جسم سفید توانایی ترشح هورمون نداره. پس هورمون ها چی میشن؟ کم میشن. شروع میکنن به افت ترشح. وقتی اینا کم میشن دیواره رحم شروع میکنه به ریزش و چرخه جنسی روز 28م که تمام میشه دیواره رحم ریزش میکنه و قاعدگی رخ میده. و اینجاست که اوواسیت ثانویه، اولین جسم قطبی، بافت دیواره رحم و اون خون از بدن فرد حالا خانوم خارج میشه و دوره جنسی الان تموم میشه. تقریبا البته این خون ریزی که اتفاق بیفته تموم میشه و میره دوباره از اول این اتفاقا بیفته، دوباره فولیکول رشد بکنه و دوباره همین اتفاقا بیفته. این میشه یک چرخه جنسی. هورمون ها و سلولا و دیواره رحم و همه رو هم چیکار کردیم؟ توضیح دادیم. حالا من میخوام برم یه حالتی رو توضیح بدم، یه حالتی رو میخوایم بریم توضیح بدیم بچه ها که اوواسیت ثانویه لقاح انجام میده. بیاین اینجا، چون دیگه اینجا نداره من دوتاشو بخوام روی نشون بدم، من این قسمت رو چیکار میکنم؟ پاک میکنم. خب میخوایم این حالت دو رو نشونتون بدم. خب ما اینجا تا قسمت اوواسیت ثانویه که یکی هستش، تا این قسمت یکیه همچنان. حالا اینجا که اوواسیت ثانویه، خب حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ اوواسیت ثانویه میخواد میوز دوشو انجام بده، اما گفتیم چیکار کرده؟ تو لوله رحمه صبر کرده ببینه اسپرم میاد نه. اینجا اسپرم میاد، میلیون ها اسپرم وارد رحم خانوم میشن، ولی خب نمیدونن آقا از کدوم تخمدان اون اوواسیت ثانویه داره میاد. به خاطر همین جفتشون آقا یه سریاشون میرن به این لوله فالوب، یه سریاشون میرن تو این. حالا شانس اونیه که برسه به تخمک. درست شد؟ خب حالا یکیشون میرسه به این و چه اتفاقی میفته؟ ادغام میشه با اوواسیت ثانویه. خب نگاه کنید اینجا هنوز میوز دوش انجام نداده. ببینین چه اتفاقی میفته. این الان اوواسیت ثانویه است که N و 2 کروماتیدیه. خب اسپرم اومده، اسپرم N و تک کروماتیدیه. اسپرم وقتی میاد، حالا توی ادامه توی حالا گفتار بعدی بهتون توضیح میدم لقاح کامل. اینجا بیشتر چون میخوایم هورمونا و اینا رو بحثش کنیم من یکم خلاصه تر میگم بهتون. اسپرم میاد چیکار میکنه؟ میاد و با این چی میشه؟
قشایشون ادغام میشه. قشایشون که ادغام میشه هستش وارد میشه، فقط هستش وارد میشه. اصلا این سیتوپلاسمی نداره که بخواد وارد بشه. پس سیتوپلاسمی که آقا بعدن میرسه به تخم همش از مادره، یعنی میتوکندریای سلول از مادره، نمیدونم شبکه اندوپلاسمیش از مادره، همه چیز از مادره. فقط هسته اسپرم وارد میشه. هسته اسپرم که وارد میشه این این تک کروماتیدیه. خب این نگاه کنین وارد شده ولی این دو کروماتیدی هنوز. میگه خب من خیالم راحت شد که یه نفر هست که من اگر میوزم رو کامل بکنم این نشسته اونجا. الان این میاد میوز دوشو کامل میکنه و چه اتفاقی میفته؟ دو تا چیز میشه. خب یکی تخمک رو بهش میده، هسته تخمک، که این تخمک هنوز لقاح پیدا نکرده کامل، و یکی هم چی رو میده؟ دومین جسم قطبی رو میده. خب این که اصلا جدا میشه از این و خارج میشه، کاری باهاش نداریم. اینجا الان این با این میاد ادغام میشه هستا و نهایتا سلول تخم یا تخمک لقاح یافته که 2N هست رو به ما میده. و نگاه کنین در تمام طول این مدت اطراف سلولای فولیکولی هستن و در تمام این مدت جسم زرد داره پروژسترون و استروژن ترشح میکنه. وقتی میبینه این دیگه آقا لقاح انجام داده همینجور ترشح میکنه، میگه آقا من همینجور ترشح میکنم تا تقریبا یه 2 هفته بعد از این که حالا میری بعدن جفت رو تشکیل میدی و فلان رو تشکیل میدی که اون بیاد نمیدونم HCG رو ترشح بکنه، من اینجا هستم پروژسترون استروژن رو برات تامین میکنم. چرا؟ چون اگه این به هر دلیلی دوباره افت پیدا کنه این همه زحمات ما به باد میره. این دیواره میخواد ریزش پیدا کنه، تخمم از بین میره. پس این همچنان به کارش ادامه میده، همچنان اینا رو بالا نگه میداره و چرخه قاعدگی اتفاق، یعنی قاعدگی اتفاق نمیافته. اینا همچنان بالا میمونن، LH و FSH همچنان پایین نگه میداره، جسم زرد باقی میمونه، دیواره رحم همینجور. دیواره رحم اگه نگاه کنید همینجور که داره ضخیم میشه تعداد این شیارهاش، این حفره‌هاش بیشتر میشه، رگای خونی توش اگه نگاه کنین بیشتر میشه، انشعاباتشون بیشتر میشن که پرخونتر بشه. چرا؟ چون این تخم قراره بعدن که حالا تقسیم شده و آقا بلاستوسیست و اینا رو به وجود آورد بیا تو این دیواره بشینه و از این دیواره تغذیه بکنه. ولی تا زمانی که این بیاد بره توی رحم و بتونه از مادر تغذیه بکنه، تغذیهش از کیه؟ از این فولیکولای اطرافش و همون سیتوپلاسم تغذیه‌ای که توی تخمک بوده. و این میشه چرخه جنسی خانم ها. هورمون ها هم که براتون کامل گفتم. قسمتی که آقا افزایش تدریجی و اندک FSH بازخورد منفیه ولی روز 13 هم افزایش یه دفعهش بازخورد مثبت رو هم براتون گفتم. و قسمت خانم ها تموم شد. بچه ها این پارتی که من براتون اینجا توضیح دادم روی این شکل 2-3 بار نگاه کنید. وقتی همه رو با هم نگاه بکنید خیلی براتون راحت تر از اینه که هر تیکه رو بخواید بیاین جدا جدا نگاه کنید، چون این وقایع داره با هم اتفاق میفته. اینجوری نیست که این زیاد بشه حالا 2 ساعت بعدش مثلا آقا 2 سال بعدش 2 هفته بعدش مثلا این زیاد بشه. خب وقتی داره استروژن پروژسترون زیاد میشه خب میاد روی این اثر میذاره، اینم بزرگ میشه دیگه. شما وقتی که بتونین اینا رو به هم ربط بدین که این چرا اینجور شده، وقتی بتونین یک داستانی این داستانش رو بدونین که چه اتفاقی داره میفته، تقسیما به چه صورته و همه رو با هم بدونین، خیلی براتون راحت تره که بخواین جدا جدا یاد بگیرین ولی بعد برین توی تستا بخواین به هم ربطشون بدین. پس از اول که میخواین بخونین با هم بخونینش. به روز 0 تا روز 14 که اتفاقا نگاه کنیم بهتون گفتم توی تخمدان رخ داد، بهش میگن چرخه تخمدانی. به روز 14 تا روز 28 که دیگه وارد رحم میشه، وارد لوله فالوپ میشه و بیشتر توی رحم فوکوسشه که ببینه آقا تخم تشکیل میشه که بخواد جنین تشکیل بشه یا نه، بهش میگن چرخه رحمی. به اینجا چرخه فولیکولی و چرخه لوتئینی هم میگن. و اینم از این قسمت. امیدوارم که این قسمت خوب یاد گرفته باشین و بتونین تستاشو خوب بزنین. خسته نباشین. خدا نگهدار.